گاهی حمل یک سری غم‌ها و پریشانی‌ها تو زندگی رو ما بلد نیستیم. طریقه روبرو شدن با یه سری مشکلات تو زندگی رو ما بلد نیستیم. چون بلد نیستیم این غم رو دوچند میکنیم، این غم رو رنج رو تشدید میکنیم تا جایی که ما رو از پا در میاره. رنج و غم همیشه بد نیست. ببینید انسان وقتی غم میخوره غمخوار میشه. انسانایی که تو زندگی غم دیدن اونا غمخواری و نوع-دوستی توشون خیلی بیشتره و این کمال انسانیه که انسانی که نسبت به غم دیگران بی‌تفاوت باشه، غم دیگران رو درک نکنه، خب اینو نمیشه اسمشو گذاشت انسان. انسان اون کسیه که غم دیگران رو، مصیبت دیگران رو درک کنه و در جهت در حقیقت درمان اون حرکت بکنه، چیزی که در وسع توانش. این کی ایجاد میشه؟ وقتی خود طرف یه مقداری غم تو دنیا تجربه کرده. وقتی یه غم تو یکی میبینه میگه درکش میکنه، میفهممش. سایر این جامعه نمیتونه، از کنار غمش بی‌تفاوت رد میشه، اما این چون خودش غم دیده غمخوار شده، چون خودش بیماری دیده حالا به درد بیماران میتونه درک کنه اونا رو، میتونه بفهمه اونا رو، میتونه آدم غمخواری باشه، میتونه آدم نوع-دوستی باشه. این غمه. یا غم گاهی اوقات باعث میشه که من افتقارم و عاجزیم و ضعفم و ناتوانیم رو ببینم و خدا رو با قدرتش، خدا رو با توانش، خدا رو با گره گشاییاش تو سختی های زندگیم ببینم. اصلا هرچی تکان بخوره سست میشه، پایه هاش سست میشه، ولی دل هرچی تکان بخوره با غم سفت‌تر میشه، محکم‌تر میشه. دید ما یه وقتایی هست میخوایم بوتون بزنیم، از مهندس بپرسید بوتون بزنیم یه ویبری میندازیم توش، تکونش میدیم تکونش میدیم تکونش میدیم. چرا تکون میدی؟ این محکم‌ترش میکنه، قوی‌ترش میکنه. یه تکانای کوچیک کوچیک تو دل که میاد دل رو قوی‌تر میکنه، دل رو محکم‌تر میکنه، دل رو آماده‌تر میکنه. و غم یه مقدارش لازمه. ببین هر چی ما شما وزنه میزنیم، از این ماهیچه بیشتر استفادهش میکنیم، زجرش میدیم، قویش میکنیم. اگه این ماهیچه رو یه مدت تو گچ بذاری استفاده نکنی، اینطوری 2 ماه 3 ماه 5 ماه بعد تو گچ درش میاری، چی میشه؟ دست بهش میزنی شل و مل و ضعیف و خیلی. دکتر میگه نگران نباش، یه مدتی که باز ازش استفاده بکنی، هر چی ازش استفاده بیشتر بکنی چه؟ قوی تر میشه. همونطور که این جسمانیتمون با هر چی از اون کار بگیری قوی تر میشه، همونطور این صفات درونی ما هر چی ازش استفاده بکنی قوی تر میشه. برای همین میگه هر غمی که یه ضرور مسئله پیرمردا و پیرزنای منطقه ما میگن، اینا رو تجربه میگن، نه میگن هر غمی که تو رو نکشه قویت میکنه. چی میگن؟ پیرزنا و پیرمردای منطقه ما ازشون بپرسید، میگه هر غمی که تو رو نکشه چی کارت میکنه؟ قویت میکنه، نیرومندت میکنه، شجاعت میکنه، تو رو به کمال انسانی میرسه. نباید نگران باشی.